دوستای عزیز، امید که جور و صحتمند باشین. در یکی از ویدیوهای دیگه از ما از چینل سوسن لطیف زاده خوشمدین. امروز از این نمونه قشنگ و زیبا میخواستم بلدشون ویدیو جور کنم. امید که مورد پسندشون واقعش نه. در قسمت دی گل تکمیله باز اینا بلده گل بعدی تار میده میشه. خوب بازه در قسمت دو کوب میزنیم. دو تن زنجیرک مونیم. باز پس در اینج دو کوب دیگه بزن. روخ چرخ میدیم این دفعه. پس همینجا دو کوب میزنیم. دو دانه زنجیرک پس همینجا دو کوب. دفعه در چادر وصلیم. پس روش چرخ میدیم. دو کوب میزنیم. ولی مثل راه قبلی بریم. پس دو زنجیرک پس هم دو کوب دم اینجا. این دفعه سه دانه زنجیرک. پس یک دو سه. نال پس هم دو کوب هم اینجا میزنیم. دو دانه زنجیرک. باز در چادر وصلیم. روش چرخ میدیم این دفعه. مثل راه قبلی میته دو کوک دو زنجیرک پس دو کوک دیگه. یک دانه زنجیرک می باز این دفعه دم اینجا دادم سه دانه زنجیرک می دم اینجا دا کوک میزنیم. این دفعه یک دو هفت نیم هشت نیم نو. دوستای پوره شد. اینال کسته این قسمت دیر بندیم وصلیم. باز اینال در سر از دو دانه زنجیرک پس ده از این قسمت بسیم وصل را. باز این دفعه را چادر را رویش دار میدیم. این 14 زنجیرک نیم این دفعه. باز در بین از این پای لان میزنیم. سه همینال اینجا میزنیم. پای بلند یا همزی یک کوب جور نیم. باز اینال یک دو سه چار زنجیرک این در بین. باز اینال یک دانه دو دانه. همین رقم از این کلا از این بلکه که 6 دانه جور نیم. خب دوستان این 5 دانه تکمیل شده. این میشه میشه آخرش. بس این قسمت دو کوب میزنیم. دو دانه زنجیرک باز دم اینجا دو کوب.
کار اومدیم در چادر بزن. دوستا گل تکمیل شد. امیدوارم که موردی بسنج موقعش داشت. نه این رقمم ده خیلی یک نمونه ظریف و شیکه، ساده است در این حال. خداحافظ دیگه، وقت خوش.